از آخرین تریدی که ما زدم حدوداً 1.5 ماه میگذره و در طولی از 1.5 ماه گذشته من اصلا تریدی نزدم و در طولی از 8 سالی که من ترید میکنم حدوداً میشه گفت هر سال بعضی از ماها را اصلا ترید نزدم. هر سال یک دلیلی داشته. بعض وقتا شاید از نظر روانی اوکی نبودم، بعض وقتا شاید یک اتفاقی افتاده. یا شما باید بدانید که ترید زمانی درست است که شما از نظر روانی در یک حالت استیبل باشید. اگر که ذهنتان درگیر موضوعی باشه، اگر که ذهنتان نتونه تصمیمات درستی را بگیره، شما نباید از ماه ترید بزنید. حتی شده 1 ماه، حتی شده 2 ماه و صبر کنید تا که شرایط بهتر شود، تا که بتونید تصمیمات درست بگیرید.